بسم الله الرحمن الرحیم. صبح شما عزیزان بخیر. با آموزش برنامه اکسل خوش آمدید. برای باز کردن برنامه اکسل، برای اینکه بفهمیم اکسل روی کامپیوترمان است، و 6 طریقه میتونیم ما اکسل باز کنیم. طریقه اول پنجره ها را از کیبورد بگیریم، در این قسمت اکسل نوشته کنیم و باز میشه. این طریقه اول. روی دسکتاپ راست کلیک کنید، نیو، از این قسمت میکروسافت اکسل باز کنید. طریقه دوم، همچنان روی تکس بار راست کلیک کنید، قسمت استارت تکس منیجر، در قسمت نیو تاسک، در این قسمت اکسل نوشته کنیم، باز میشه. طریقه سوم. طریقه چهارم، در این قسمت استارت منیو در این سرچ حرف ای و اکس بزنیم، اکسل در این قسمت میاد. این طریقه چهارم. همچنان از خود استارت منیو در قسمت آل پروگرام و این قسمت اکسل میتونین باز کنین. زمانی که اکسل باز کردین، به این قسمت راست کلیک کنیم، پن دیس پروگرام، اینجا پن میشه و همیشه اینجا هست، دیگه نیاز نیست، فقط روی کلیک کنیم باز میشه. همچنان میتونیم شارکت درست کنیم. بریم در قسمت خود برنامه اکسل راست کلیک کنیم، پروپرتیز، در این قسمت شارت کی داریم، کلید آلت از کیبورد نگه داریم و هر حرف که دوست داریم بزنیم. حرف اول اکسل چیه؟ ای. من ای میزنم. اوکی. ببینید آل از کیبورد کنترل و آلت و ایر بزنین، برنامه اکسل باز میشه. خیلی راحت و ساده. این بود از باز کردن برنامه اکسل. موفق باشید.